تاریخ شفاهی افغانستان با پروفسور میر محمد امین فرهنگ. حاصل این جنگ و خونریزی فخر مفرطی است که وطنداران ما را به سطوح آورده است. با وجود این که اگر منصفانه خصلت‌های مردم ما را با سایر مردم جهان مقایسه کنیم، در مناعت و عزت نفس بدون تردید سرآمد روزگار است. وی بهترین راه همین دموکراسی و آوردن به سیستم مشروعیت در افغانستان دانست. عامل سوم شاید هم انزوای افغانستان بود که متاسفانه در اثر سیاست یک جانبه و بسیار شدید صدام داود خان رئیس صدراعظم در 2-3 سال اخیر افغانستان به کلی از جهان بین المللی منزوی شده بود. بله، بسیار خوب استاد بزرگوار. دو نکته اینجا خیلی جدید بود. یکی که گفتین در مورد دوره کوتاه سپهسالار شاه محمود خان گفتین به دلایل بسیار زود خاتمه یافت. در این مورد یک کمی توضیح بفرمایید سید. ظاهر خان در یک فامیل فرانسوی زندگی میکرد، همراه جوانای از او فامیل در آمیزش بود و پدری از او فامیل یک نماینده پارلمان فرانسه بود. ایرا همیشه همراه خود در جلسات پارلمان فرانسه می بود و او وقتی که اون جلسات تعقیب میکرد زیر تاثیر دموکراسی قرار گرفت. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. به نام خدای بزرگ و علیم. انسان‌هایی که درد و درک اجتماعی دارند می‌دانند که افغانستان 47 سال است در آتش جنگ و ناامنی و خونریزی می‌سوزد. حاصل این جنگ و خونریزی فخر مفرطی است که وطنداران ما را به سطوح آورده است. با وجود این که اگر منصفانه خصلت‌های مردم ما را با سایر مردم جهان مقایسه کنیم، در مناعت و عزت نفس بدون تردید سرآمد روزگار است. اما اکنون متاسفانه همین مردم از فقر و فاقه می‌بارند. مسلماً کارکرد حکومت‌ها در این راستا اثر دارد و ما امروز خدا را شکرگزاریم که یکی از دانشمندان و بزرگوارانی که در عرصه‌های مختلف علمی و عملی تجربه دارند و دعوت رادیو کتاب را پذیرفته است و با ما در مورد دهه دموکراسی که اساسات خوبی در افغانستان و در حکومتداری افغانستان گذاشته میشد صحبت می‌نمود. و ایشان پروفسور صاحب محمد امین فرهنگ هستند. جناب فرهنگ، یک دنیا ممنون که وقت خود در اختیار ما گذاشتین. در این برنامه اگر لطف کنین در مورد دهه دموکراسی صحبت کنین ممنون میشم. تشکر آقای موسیقی. اولتر از همه باز هم احترامات خود به همه هموطنانی که این پروگرام رو تعقیب میکنن و به شما و همکارانتان تقدیم میکنم. در مورد این که چرا دهه دموکراسی اصلا در افغانستان آمد میتوان دلایل مختلفه بگوییم. از همه اولتر این دهه در حقیقت آغاز یک تحول جدید در طرز اداره در افغانستان بود. بدین معنا که در اوایل، یعنی بعد از سقوط حبیب الله کلکانی و آمدن محمد نادر شاه رئیس پادشاه افغانستان تا دهه دموکراسی، یعنی سال 1341، این وقت افغانستان یک دولت شاهی مطلقه بود. تمام کسانی که در این دوره در حقیقت در رأس امور قرار داشتند افغانستان را به طرز مطلقه اداره می‌کردند، به استثنای یک دوره کوتاهی که در وقت سپهسالار شاه محمود خان که حرکت دموکراسی آمد که بسیار او هم نظر به دلایل خاص سرکوب شد. دیگه شکل اداره مطلقه داشتیم. دهه دموکراسی در حقیقت
تغییر طرز اداره مطلقه و طرز اداره مشروطه بود. یعنی آغاز حرکت مشروطه خواهی یا مشروطه در افغانستان به شمار میره. سوال عمده و اساسی است که چرا و نظر به کدام دلایل این تحول آمد، این تغییر آمد، علتش چی بود؟ خب در اینجا طبعا مبتکر و کسی که این حرکت آغاز کرد او آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه بود. چرا ظاهر شاه این کار کرد؟ خب در صحبت‌هایی که ما امروز داشتیم بعضا سوالاتی کردیم، علل و دلایل مختلفه داشته. اولین چیزی که در نظر می آید به او آدم متوجه میشه و عبارت از است که خود محمد ظاهر شاه در وقتی که در فرانسه زندگی میکرد و پدرش در اونجا سفیر افغانستان بود، در یک فامیل بسیار دموکرات فرانسوی زندگی میکرد و او رئیس او فامیل عضویت پارلمان فرانسه را داشت، بعضا پادشاه سابق آینده افغانستان که وقت معلوم نبود که پادشاه میشه با خود به جلسات پارلمان می برد و این جوان افغان این جلسات بسیار به دقت گوش میکرد و آهسته آهسته زیر تاثیر همین سیستم دموکراسی که به او به اون آشنا شد آمد و هیچ خود اینطور فیصله میکرد که اگر روزی در افغانستان هم همه طور یک حالت بیاریم شاید برای افغانستان مفید تمام شود. اما او هنوز نمیفهمید که یک روز واقعا پادشاه افغانستان میشه. نکته دومی بود که بعد از اینکه پادشاه شد و پیش خود این حالت حکومت مطلقه را دید، همون احساساتش برای دموکراسی و اینا تاثیر انداخت و پیش خود فکر کرد که باید از حرکتی در افغانستان انجام بده که اگر موفق شود به نامش در افغانستان باقی مانه. مثلا شاه امان الله خان به نام از اینکه استقلال افغانستان را مبتکرش بود آغاز کرد به نامش ختم شد. از پدرش محمد نادر شاه برخیلی او کسی بود که در جنگ صعود افغان انگلیس فاتح شد، اینا به نامشون ماندن. اما یک چیزی باید به نام ازی هم در تاریخ افغانستان بانه و این بهترین راه را همین دموکراسی و آوردن به سیستم مشروعیت در افغانستان دانست. عامل سوم شاید هم انزوای افغانستان بود که متاسفانه در اثر سیاست یک جانبه و بسیار شدید صدر داود خان رئیس صدراعظم در 2-3 سال اخیر افغانستان به کلی از جهان بین المللی منزوی شده بود. افغانستان در یک حالت انزوا به سر می برد، روابط با کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان و راه ترانزیتی افغانستان قطع بود، روابط سیاسی خطه بود و لحاظ باید ازی هم تغییر میکرد و این وقت شده میتونست که در افغانستان یک تغییر بیاید. چنانچه وقتی که تغییر آمد و دکتر یوسف خان صدر اعظم شد، اولین کارش همی بود که با مذاکراتی که در تهران صورت گرفت روابط با همسایگان و مخصوصا پاکستان پس عادی ساخت و افغانستان تا اندازه از انزوای سیاسی بیرون کرد. فلحاظ این چندین عامل بود که پادشاه سابق افغانستان را وادار به این ساخت یا تشویق به این کرد که همین نظام یا دهه دموکراسی در افغانستان آغاز کنه. بله، بسیار خوب استاد بزرگوار. دو نکته اینجا خیلی جدید بود. یکی که گفتین در مورد دوره کوتاه سپهسالار شاه محمود خان گفتین به دلایل بسیار زود خاتمه یافت. در این مورد یک کمی توضیح بفرمایید سید. بسیار خوب. در دوره صدارت سپهسالار شاه محمود خان که بعد از 18 سال حکومت بسیار سختگیر صدر هاشم خان روی کار آمد، چون خود سپهسالار شاه محمود خان یک آدم معتدل بود، این به مرور زمان در اثر روابطی که با نخبگان افغانستان داشت به این نتیجه رسید که اگر در افغانستان یک کم سهولت بیاره، یک اندازه برای مردم و برای نخبگان افغانستان فرصت بده که در
اداره افغانستان تعیین شوند شاید برای افغانستان مفید باشه. همون بود که با انفاذ قانون جدید مطبوعات که بسیار نقش عمده او بازی کرد و دادن آزادی های گروپ های سیاسی یک نهضت آزادی خواهی به افغانستان آمد که منجر به این شد که جمعیت های مانند جمعیت وطن، جمعیت ندای خلق از مرحوم دکتر محمودی و همچنان چندین حرکت ویش بیان و اتحادیه محصلین و اینا روی کار آمدن و تا اندازه اخبارهای آزاد مانند وطن و ندای خلق و انگار و اینا شروع به نشرات کردند و همه از اینا در راه آوردن یک نظام شاهی مشروطه فعالیت آغاز کردند. هیچ یک از این گروه های سیاسی در نظام شاهی را در افغانستان مورد سوال قرار ندادند، بلکه اونا طرفداری میکردن از نظام شاهی مشروطه و این تا یک اندازه پیش رفت که 2 سال دوام کرد، اما متاسفانه که در اثر یک سلسله سوء تفاهماتی که پیدا شد پس سرکوب شد و یک تعداد زیاد سردمداران یا کسانی که در این نهضت‌های مشروطه خواهی کار میکردن به زندان افتادن و سالها در اونجا ماندن تا اینکه در سال دوم یا سوم صدارت سلام داود خان یک دفعه خلاص شدن و یک دیگه ماندن و یک تعداد حتی در محبس جان خود را تسلیم کردن. بسیار خوب استاد بزرگوار. فرمودین که نادرخان عضو پارلمان فرانسه بود؟ نخیر. نادرخان سفیر افغانستان در فرانسه بود و با فامیل خود اونجا زندگی میکرد و محمد ظاهر شاه که در اون وقت بچه سفیر بود، وقتش اعلیحضرت امان الله خان بودی. ظاهر خان در فامیل فرانسوی زندگی میکرد، همراه جوانای از فامیل در آمیزش بود و پدری از فامیل یک نماینده پارلمان فرانسه بود. ایره همیشه همراه خود در جلسات پارلمان فرانسه می برد و او وقتی که اون جلسات تعقیب میکرد زیر تأثیر دموکراسی قرار گرفت. بسیار عالی. 2 نکته بسیار جالب اینجا ذکر شد استاد که کمتر ذکر شده. اولی در مورد سپهسالار شاه محمود خان و کارهای مثبتش و دومی در مورد سفارت نادرخان در زمان امان الله خان و ای که اعلیحضرت ظاهر شاه با یکی از خانواده‌های فرانسوی مشهور بوده، بعد پدر اعظم خانواده ایشانه در پارلمان فرانسه قد خود می برده که مسلما از اونجا درسای عملی حکومتداری و نحوه تطبیق دموکراسی رو یاد گرفتم. بسیار خوب استاد. در دهه دموکراسی نشرات زیادی پخش شد و جنبش های بسیار زیادی شکل گرفت و مشروطه خواهای بسیار زیاد. حاصل امو دهه دموکراسی را استاد بزرگوار در مجموع تاریخ افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟ خب من پیشتر گفتم که دهه دموکراسی و آغازش یک تغییر بنیادی در افغانستان بود. افغانستان را از یک طرز اداره مطلقه به طرف طرز اداره مشروطه سوق داد و این به اثر ابتکار خود شخص پادشاه بود. در این دوره طبعا گروپ های مختلفه سیاسی ظهور کردن. از این جمله ما میتونیم که از بعضی از اونا نام ببریم. اینا عبارت بودن از حزب دموکراتیک خلق، یعنی این گروپ جمعیتی بودن که در این وقت تأسیس شدن. همچنان نهضت‌های اسلامی در این وقت ظهور کردن و همین ترتیب گروپ های که ناسیونالیست‌تر بودن مانند غلام محمد خان فرهاد، افغان ملت اینا بودن. همچنان بعض گروپ های چپی طرفدار پیکینگ به نام پسانتر به نام شعله‌ای ها یاد می شد و خود دموکرات های نوین می گفتن. اینا و امثال از این به وجود آمدن و اینا در افغانستان فعال شدن. اگر فراموش نکرده باشین در جلسه گذشته ما یک جمله گفتم که در دهه دموکراسی وقتی که این گروپ ها فعال بودن و نشرات داشتن و اخبار و نظریات خود
پخش میکردن. اینا در حقیقت از رشد یک جانبه یک یا دو این جریانات جلوگیری میکردن، یکی دیگر را کنترل میکردن و نمیماندن که یکی آنقدر پیش بره که همه را به خود جلب کنه و دیگرها را صحنه بکشه. همگی موازی به هم پیش میرفتن و این یک انکشاف مفید بود، مثل که ایره با در بسیاری کشورهای دارای نظام دموکراسی میبینیم که گروه‌های سیاسی یکی دیگر را کنترل میکنن، مردم به خود جذب میکنن و از انکشاف یک جانبه یکی یا دوتای از او جلوگیری میکنن. اما پسانتر باز وقتی که در افغانستان کودتا شد و فقط یک حزب تانست که در قدرت شریک شود و انحصاری شد، اونجا دیدیم که افغانستان به کدام طرف رفت. از او خاطر در دهه دموکراسی در حقیقت یک یا سه چهار اخباری که من پیشتر یاد کردم اونا خب به وقت شاه محمود خان بودن. در وقت دهه دموکراسی تقریبا 15-20 جریده و جریانات موجود بودند که کلی از این در کتاب‌های مختلفه آمدن که در مسائل مختلفی افغانستان اینا مقاله نوشته میکردن و نظریات میدادن و بعضی از اینا هم تبلیغاتی از خود میکردن که اینمی حالت تا به اخیر این دوره دوام کرد. بسیار خوب استاد بزرگوار. این دوره سپهسالار شاه محمود خان 1 سال بوده، 2 سال بوده، چقدر بوده؟ دوره شاه محمود خان سال 1930 باشن که تاریخ دقیق شما بگویم 1929 شروع شد تا 1932 دوام کرد. 3 سال. بله. بعد از او سرکوب شد و همگی یک تعداد زیاد حبس شدن که از این جمله پدرم هم تقریبا 4.5 سال به زندان ماند و یک تعداد زیاد دیگه که نامایشان موجود است و بعد از او پس افغانستان به طرف طرز اداره مطلقه رجعت کرد. بسیار خوب. استاد در مورد دهه دموکراسی تقریبا فرمایشات شما است که او باعث شد یک تضاد مثبت بین اقشار مختلف مخصوصا گروه های سیاسی ایجاد بکنه. از یک طرف چپی ها بودن در مجموع و از یک طرف دیگه هم اسلامگراها. درسته؟ در پالی از او حرکات دیگر هم بودن که از خود طرفداران داشتن. مثلا گفتیم افغان ملت بود، گروه آقای میرانوال مساوات بود، مثلا طرفداران دموکراسی نوین یا سیستم ماویزم چین بودن که به نام شعله‌ای ها یاد می شدن. این تو گروپ هایی بودن و بعضی نهضت‌های اسلامی دیگری هم بودن. شما بیشتر از جریده گهیز صحبت کردید و هم در حقیقت فعالیت‌هایی داشت. اینا همگی در اون وقت فعال بودن. و بعد متاسفانه زمانی که داود خان شهید یا مرحوم کودتا میکنه، اینجا امو قدرت در دست یک حزب افتادن رواج میشه. بله. خب چون داود خان کودتایش مثل که در دفعه بیشتر گفتیم، در پروگرام قبلی گفتیم، داود خان وقتی کودتا کرد ضرورت به طرفداران داشت در جامعه افغانستان که باید از او را تقویه میکردن. اصلا داود خان نمیتونست که با اسلامگراها یک جای شود. او با فلسفه سیاسیش موافق نبود. همچنان نمیتونست که با ماویست ها یک جای شود. میتونست که با دیگر گروه ها یک جای شود. یگانه گروه بره که باقی مانده بود که با او یک اندازه یک شکل ائتلافی گرفت، همین گروه حزب دموکراتیک خلق بود و کمک از اونا کودتا صورت گرفت و بعد از کودتا تنها اینمی گروه، همین جمعیت، یعنی همین حزب دموکراتیک یا جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان، اینا در سیاست و در اردو ماندن و انحصاری پیشرفت کردن و تانستن که در 5 سال صدارت ریاست جمهوری سلامت داود خان خود را آنقدر قوی بسازن که یک روز او را از بین ببرن و خودشان قدرت بگیرن. در این باره ما شما در جلسه قبلی مفصلا صحبت کردیم. بسیار خوب. دیگه از
خوبی های دوره دموکراسی، دهه دموکراسی، چی چیزا در ذهنتان مانده استاد بزرگوار؟ چندین مسائلی بود که در دهه دموکراسی در جامعه افغانستان بسیار مؤثر بود. اولا سیاست خارجی افغانستان پس آهسته آهسته به طرف همون تعادل اصلی خود آمد، همون سیاست عدم انسلاک یا سیاست بی‌طرفی مثبت پس به اونجا آمد که افغانستان به هیچ کشور در مسائلش مداخله نمیکنه و هیچ کس هم اجازه نمیده که در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند و در مسائل بین المللی قضاوت آزاد داره مطابق و منافع ملی افغانستان. این کاری بود که هم دکتر یوسف خان، هم آقای میوندوال، تمام صدر اعظما و شمول آقای شفیق عظیمی را پس افغانستان رو به میسم آوردن. نکته دوم، در داخل افغانستان مسئله مراجعه آرای مردم بود. پارلمان آمد، انتخابات صورت گرفت و پارلمان افغانستان مطابق و رأی مردم آمد. حکومت مجبور بود که از پارلمانی که توسط مردم آمده بود از اونجا رأی اعتماد بگیره. حتی در ماده چندم قانون اساسی بود که یک فرد وقتی صدر اعظم میشه که از پارلمان رأی اعتماد بگیره. وقتی که رأی اعتماد میگرفت بعد از او باز پادشاه میتونست که فرمان تقرر از او را امضا بکنه. تا وقتی که یک فرد به حیث صدر اعظم پیشنهاد میشد و هنوز رأی اعتماد نگرفته بود، پادشاه نمیتونست که او را به حیث صدر اعظم انتخاب کنه. یک حالتی بود که مغایر دوره قبل از او بود. دو پادشاه هر کسی که میخواست صدر اعظم مقرر میکرد، دیگه کدام پارلمان نبود که او را تایید، یعنی رأی اعتماد آزادانه بده. پارلمان بود اما پارلمان تابع حکومت بود. فلذا مطبوعات آزاد آمد در دوره، مردم نظریات خود را، پیشنهادات خود را، هر چیزی که راجع به آینده افغانستان داشتن این بیان میکردن و میگفتن و بسیار نظریات خوب هم در این زمان داده میشد. این برای مردم و برای رشد سیاسی مردم مفید واقع شد، چرا مردم با بسیار مسائل آشنا شدن. آزادی آمد که یک تعداد زیادی افغانان قبل از او به خارج سفر کردن نمیتونستن و بسیار آسمانی به خارج رفتن و یک تعداد زیادی افغانان با دنیای بیرون آشنا شدن، با پیشرفت و وسایل پیشرفت ممالک خارج آشنا شدن و بسیار نوآوری ها به افغانستان آوردن. در این دوره بود که در اقتصاد افغانستان یک تحول آمد، سکتور خصوصی فعال شد و سرمایه گذاری ها زیاد شد. تمام این نکات مثبتی دوره بود، اما بعضی نکات منفی هم داشت که در اون باره هم میتونیم بعضی مسائل رو بگوییم. بسیار خوب استاد، همین نکات مثبت یک کمی سرش حلاجی بکنیم، باز میریم سر نکات منفی. دستاوردهای دهه دموکراسی عبارت از آزادی مطبوعات و برای اولین بار تحقق رأی مردم توسط پارلمان در سر تعیین اولین شخص دولت یعنی نخست وزیر و ای که شخصیت های زیادی ظهور کرده از امو زمان که بعدها با جنبش های روشنفکری و جنبش مشروطه خواهی و اینا نامگذاری شد. دید و بازدید مردم از کشورهای خارجی باعث شد که جامعه افغانستان دچار یک تحول شود و همچنان در عرصه اقتصادی اولین بار سکتور خصوصی فعال شد. استاد دمی عرصه اقتصادی اگر بیشتر توضیح بتین. اگر سیاست اقتصادی افغانستان از وقت صدارت سردار محمد داود خان اقتصاد رهبری شده بود. بعد از اینکه سردار محمد داود خان به حیث صدر اعظم آمد، همین سیاست اقتصادی رهبری شده را یا اکونومی دیریژه همین را اساس سیاست اقتصادی خود قرار داد. قبل از او در دوران ماداشم خان و شاه محمود خان تا اندازه از اساسات اقتصاد بازار یا اقتصاد سرمایه گذاری استفاده می شد. چنانچه هم بنیانگذار از در افغانستان مرحوم آقای زابولی
آقای زابلی بود که او توانست که با بسیج ساختن سرمایه خصوصی در افغانستان در بعض سکتورها سرمایه گذاری کنه، مانند نساجی و سمنت و تشمین بافی و بسا مسائل. اما در دوره سردار داود خان حکومت اقتصاد رهبری شده در پیش گرفت، ریاست وزارت پلان تأسیس شد و طورش سرمایه گذاری صورت که یا سیاست اقتصادی طور عیار شد که سکتور خصوصی با جایی که به منافع عامه صدمه نرسانه فعالیت کرده میتونه، اما بیشترین کنترل وضع اقتصادی به دست دولت است و دولت به حیث سرمایه گذار کلان در افغانستان عرضی اندام کرد و پروژه های کلان یا به شکل جاینت ونچر بین سکتور خصوصی و سکتور دولت یا به طرف سکتور دولت عملی می شد، چنانچه بسیاری پروژه ها به این شکل دوام کرد و این دوام کرد تا به آمدن جمهوریت 25 سال قبل که بعد از او در قانون اساسی 25 سال قبل هم پس مراجعت کرد افغانستان به سیستم اقتصاد بازار تو یک اندازه اشتباه بود. بله استاد. خب بسیار عالی. امی زابلی سرمایه گذاری در افغانستان بانک هم هست؟ بله، آقای زابلی یکی از تجار با نام هرات بود که او دانست یک تعداد از سرمایه داران افغانستان را با هم گرد بیاوره و با تأسیس بانک ملی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان دانست که واقعا در افغانستان به حیث یک پیشاهنگ تحول عظیم اقتصادی را بیاره و سکتور خصوصی را مخصوصا در افغانستان انکشاف بده و در خدمت اقتصاد افغانستان قرار بده. بله. این بانک ملی افغانستان جدای از افغانستان بانک است استاد یا؟ بله، بانک ملی افغانستان یک بانک خصوصی شکل بود. بانک مرکزی افغانستان بانک دولتی بود که سیاست پولی و مالی افغانستان را تنظیم میکرد. بسیار خوب استاد بزرگوار. تقریبا به آخر برنامه رسیدیم. اگر میخواین یک خلاصه از فرمایشات خود بگوین، باز در برنامه بعدی بازم سر دموکراسی میاییم ولی نکات منفیش هم ذکر میکنیم. مهربانی است. من فکر میکنم که دهه دموکراسی یک آغاز بسیار خوب بود در افغانستان. متاسفانه که آسانتر باز شاید ما در جلسات بعدی و علل از رو بگوییم، یک سلسله اشتباهاتی رخ داد که اگر اونا رخ نمیداد و در امو وقت واقعا بسیار دقیق دیوارا فکر میشد و همون چیزهایی که لازم بود و عملی میشد، این میتونست که همی دهه دوام پیدا کنه و افغانستان آیسته آیسته به طرف یک پیشرفت تدریجی ببره و از این آینده های خطرناک جلوگیری کنه. متاسفانه که نشد و مسائل پیش آمد که ناکامی رخ داد و افغانستان داخل ماجراهایی شد که دوام کرد و تا امروز دوام داره. متاسفانه. بسیار تشکر استاد بزرگوار که وقت دادین به ما و کوهی از تجربه و دانش خود با در نظر داشت زوایای نگفته شده به مخاطبای رادیو کتاب عرضه میکنین. مخاطبای گرامی، مسلما همه متوجه شدیم که اگر ما تاریخ خود دقیق نفهمیم نمیتونیم به صورت اساسی وطن خود از این فاجعه نجات بدیم. وقتی میگیم از این فاجعه نجات بدیم، منظور ما این نیست که در به وجود آوردن این فاجعه حاکمای فعلی مقصر است، بلکه منظوری است که عوامل گوناگون در پدید آوردن این فاجعه مؤثر بوده و اگر ما تا آخر از این برنامه ها بتانیم یک علت العللی پیدا کنیم که فاجعه از کجا تشدید شد، چرا به وجود آمد، مسلما گام مثبتی در جهت خدمت به وطن مظلوم و شما وطنداران عزیز برداشتیم. لطف کنین رادیو کتاب انتقاد نماین، آزادانه اظهار نظر کنین و بیاین در پیشبرد روشنگری تاریخی
با ما همگام شوین. استاد بزرگوار، یک دنیا ممنون از لطف شما. تشکر آقای محسنی. فقط یک جمله میگم که تمام چیزایی که من اینجا میگم نظریات شخصی خودم است و شاید یک تعداد زیادی هموطنان با این موافق نباشند. حق مسلمشان است، آزادی افکار است، هر کس نظر خودم میگه. تا جایی که من مطالعه کردیم و نظریات خودم میگم و کسانی که اگر موافق نباشند میتونن نظریات خود با دلایل خود هم بگوین. اینمی تصادم افکار ما را بیشتر به حقایق نزدیک میسازه. یک دنیا ممنون استاد بزرگوار. دقیقاً همین رقم است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.